اسپایک والیوم تفکیک لاین میکردیم، لاین بالا رو کلا اسپایک کار میکردیم، لاین بالا رو کلا والیوم و اختلاف سایز بین والیوم اسپایک نداشتیم. اما تکنیک کیم کارداشیان اینجوری نیست. توی تکنیک کیم کارداشیان ما تفکیک لاین میکنیم، لاین بالا رو اسپایک میذاریم، اما تعداد اسپایک و اختلاف سایز اسپایک با تکنیک ویسپی فرق میکنه. توی ویسپی گفتیم اسپایک والیوم هم سایزه، یعنی یه سایزه، اما توی تکنیک کیم کارداشیان میگیم اسپایک ها باید حداقل 2 تا 3 سایز از سایز والیوم های پایمون اختلاف سایز داشته. پس نکته اولیش اینه که اسپایک هایی که میذاریم تو لاین بالا به وسیله تفکیک لاین باید حداقل 2 سایز اختلاف سایز داشته باشن. نکته بعدیش هم اینه که تعداد اسپایک بستگی به نظر و سلیقه خود مشتری، یعنی ما لاین بالا رو کلا نمیایم اسپایک کار کنیم با 2 میل اختلاف سایز. برای مثال ما میایم توی هر قسمت